سلام دوستان من، امروز میخوام با مرغای داخل فریزرتون یه جوجه کباب خوشمزه درست کنم، اونم تو تابه. بریم با هم ببینیم. اول مرغاتون رو به قطعات کوچیک تقسیم کنید، داخل ظرف بریزید، یه عدد پیاز کوچیک داخلش بریزید و بعد نمک، زردچوبه و فلفل و خوب ورز بدید. بعدش یک کم آب نارنج بریزید و بذارید داخل یخچال 1 ساعت بمونه. بعد از 1 ساعت از یخچال بیرون بیارید با سیخ چوبی. به این صورت همه جوجه هاتون رو به سیخ بکشید. تابتون رو گاز بذارید، 2 لیوان آب و کمی روغن و بعد سیخاشون داخلش بچینید و سر تابه رو بذارید شعله کم که به این صورت هم بجوشه و بعد سرخ بشه. آب که بخار شد روغن میمونه، دو طرفشو کاملا سرخ کنید. میتونید گوجه هم به این صورت بذارید. به همین راحتی جوجه کبابتون آماده شد. با کمی زیتون نوش جان. لایک و سابسکرایب یادتون نره.